اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الدرس الثانی، درس دوم. هی وی زن، اشاره به سوی زن. هن ویها زنها. انتی تو زن. انتن شما زنها، صیغه جمعی زنانه. انا من، نحن ما، اینها مردانه و زنانه فرقی نمی کنند. کبیرتون کلان زن. کبیراتون کلانها زنها. صغیرتون خرد میده زنانه. صغیراتون خردها زنها. این 10 لغت جدید بود. خب با این 10 لغت در پایان کلمه تشکیل کرده شده است. ببین، هی کبیرتون، وی کلان است. هی وی زن، کبیرتون کلان است زن. هی کبیرتون، وی کلان است. هن کبیراتون، ویها کلانها هستند زنها. هن ویها زنها. کبیراتون کلانها هستند. هن کبیراتون، ویها کلانها هستند. انتی صغیرتون، تو میده هستی زن. انتی تو زن. صغیرتون میده هستی مؤنث. انتی صغیرتون، تو میده هستی. انتن صغیراتون، شما میده ها هستید. انتن شما زنها. صغیراتون میده ها هستید زنانه مؤنث. انتن صغیراتون، شما میده ها هستید. انا کبیرتون، من کلان هستم. انا من کبیرتون کلان زنانه. انا کبیرتون، من کلان هستم. نحن کبیراتون، ما کلانها هستیم. نحن ما کبیراتون کلانها. نحن کبیراتون، ما کلانها هستیم. هی صغیرتون، وی میده هست. هی وی زن. صغیرتون میده هست مؤنث. هی صغیرتون، وی میده هست. هن صغیراتون، ویها میده ها هستند. هن ویها زنها. صغیراتون میده ها زنها. هن صغیراتون، ویها میده ها هستند. انتی کبیرتون، تو کلان هستی. انتی تو زن. کبیرتون کلان زنانه. انتی کبیرتون، تو کلان هستی. انتن کبیراتون، شما کلانها هستید. انتن شما زنها. کبیراتون کلانها زنانه. انتن کبیراتون، شما زنها کلانها هستید. انا صغیرتون،
من خرد هستم، میده هستم. انا من صغیرتون، میده مؤنث زنانه. انا صغیرتون، من میده هستم. نحن صغیراتون، نحن صغیراتون، ما میده ها هستیم. نحن ما صغیراتون، میده ها مؤنث. نحن صغیراتون، ما میده ها هستیم. این بود درس دوم زبان عربی. آن کلمات جدیدی که در اول ذکر کردیم آنها را یک بار دیگر تکرار میکنیم. هی وی زن، هن ویها زنها. انتی تو زن، انتن شما زنها. انا من زنها و مرد، زن و مرد. نحن ما زنها و مردها. کبیرتون کلان زنانه. کبیراتون کلانها زنها. صغیرتون میده زن، صغیراتون میده ها زنها. این 10 کلمه یا 10 لغت لازم است که حفظ کرده شود، زیرا اینها برای سخن کردن خیلی لازم و خیلی ضروری است. و در اینجا درس دوم را به پایان میرسانیم. الله یار و مددگارتون باشد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.